ما تو دنیایی زندگی میکنیم که محبوبیت و جشن میگیره، فالوور، لایک، دیده شدن. اما یه سوال مهم هست: آدمایی که دوست صمیمی ندارن چی؟ آیا ایرادی دارن یا چیزی دارن که بقیه ندارن؟ چیزی که من فهمیدم اینه: این آدما معمولا خودآگاه ترین و باهوش ترین از نظر احساسی و محکم ترین آدمان. اونا تنها راه میرن، نه چون شکستن، چون متفاوت ساخته شدن. اینا 5 ویژگی از آدماییه که دوست صمیمی ندارن یا از شلوغی فرارین. و چرا این میتونه باعث بشه از بقیه جلوتر باشن؟ 1. تاییدشون از درونه. این آدما دنبال تعلق گرفتن نیستن. زندگی براشون مسابقه محبوبیت نیست. خودشونو کج نمیکنن که تو جمع جاشن. از دوستی‌های نمایشی عبور کردن. خودشونو میشناسن و به اصالتشون احترام میذارن. اگه کنار کسی باشن از روی انتخابه، نه تنهایی. ترجیح میدن تنها کامل باشن تا کنار بقیه نصف خودشون. 2. عمیق فکر میکنن. تنهایی نمیترسونتشون، تغذیه‌شون میکنه. تنهایی براشون رشد میاره. اینا همونایین که مینویسن، تنها قدم میزنن و بیشتر گوش میدن تا حرف بزنن. ضد اجتماع نیستن، ضد سطحی بودنن. عمق میخوان، نه سر و صدا. 3. مرزای قوی دارن. ترجیح میدن بقیه رو ناامید کنن تا به خودشون خیانت نکنن. نداشتن دوست همیشه فاجعه نیست. بعضی وقتا یعنی مرز سالم. یعنی از درام، منفی بافی، روابط سمی و انرژی مرده فاصله گرفتن. آرامش رو به محبوبیت ترجیح میدن، چون میدونن نمیشه تو همون جایی که زخمی شدی درمان بشی. 4. شهود بالایی دارن. انرژی رو میخونن. لبخند مصنوعی، کینه های ناگفته، نقش بازی کردن ها رو میبینن. تنهایی رو به جمعای سمی ترجیح میدن. پارانویدی نیستن ها، فقط چیزایی رو میبینن که بقیه نمیبینن و از ذهنشون خیلی هوشیارتر از بقیه است. برای همین از انرژیشون محافظت میکنن. 5. سریعتر در حال تکاملن. بعضی دوستی ها به خاطر سمی بودن از بین میرن، بعضی هم به خاطر رشد. این آدما زودتر تغییر میکنن، زودتر شفا پیدا میکنن و همه نمیتونن با سرعتشون هماهنگ بشن. جا گذاشتن بعضی آدما تو مسیر رشد طبیعیه. اینجا درباره روان آدما کامل و مختصر توضیح دادم. پس اگه میخوای ذهنتو توسعه بدی، اول از همه ویدیو رو لایک کن و کانال رو ساب کن.